تمام ما که در اینجا حضور داریم، همه مردم دنیا این را تجربه کردن. وقتی مریض میشویم غذا میل نداریم، میلمان به غذا نمی رود چون مریض میشه. همین که دیگه غذا رو خوب میخوریم، آب رو خوب میخوریم، دکتر میگه پس معلوم است که حالت خوب شده است. این که در ما طلب نیست، ما آتش نداریم، ما قصه نمیخوریم، این معلوم است که درون ما مریض است. درون ما مریض است. مرحوم سید عبدالکریم کفاش یه بزرگواری بود، در تهران زندگی میکرد، شاید 100 سال قبل. عارف بزرگی بود. مراجع تقلیدی که ایشون رو میشناختن افتخار میکردن به رفاقت با سید عبدالکریم، افتخار میکردن. سید عبدالکریم کفاش کسی بود که هفته یک بار خدمت حضرت ولیعصر میرسید و بسیار با حضرت نزدیک بود و رفیق بود و میدانستند که دکه کوچک کفاشی او قدمگاه ولیعصر است. بعضی خوبان و بزرگان این رو میدانستند، لذا افتخار میکردن اگر یک بار سید عبدالکریم به اونها نگاهی بکند. اینقدر آدم بزرگی بود ایشان. حالا طبق نقلی که خود ایشان کرده است، حضرت ولیعصر یک بار از ایشون سوال کرد که سید، اگر یک هفته ما رو نبینی چه اتفاقی برات میفته؟ گفته بود قطعا میمیرم. حضرت فرمود اگر این حال رو نداشتی ما رو هفته یک بار نمیدیدی. کسی که اونقدر نفسش به امام زمان وصل است که یک هفته رو نبیند میمیره، خب میبینه دیگه، آتش داره، طلب دارد. چرا خدا وقتی کسی آتش دارد به او نازل نکند، به او آب حیات ندهد؟ مگر بخیل است؟ مگر بخیل است؟ حضرت ولیعصر بهش فرمود که اگر این حال رو نداشتی ما رو نمیدیدی، ولی چون بدون دیدن ما تو زنده نمیمانی ما رو میبینی. ایشون توسلات بسیار شدیدی کرده بود به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که آقا جان راه ما رو باز کن برای به سوی فرزندت ولیعصر. شبی آقا رسول الله به خواب سید آمد. برادران خیلی چیز عجیبی است واقعا. این مضامینی که آدم گاهی میشنود نمیتواند شک بکند در صحتش، نمیتواند در صحتش شک بکند. آقا رسول الله شب در خواب او آمد و فرمود که سید یک سال، یک بار صبح یک بار شب بر فرزندم حسین گریه کن، فرزند ما مهدی رو میبینی. و سید هم یک سال این کار رو کرد. یه بار صبح روزه میخوان حق حق گریه میکرد، یک بار شب روزه میخوان حق حق گریه میکرد. لأندبنک صباحا و مساء و لأبکین علیک بدل الدموع دما. امام زمان فرمود که من هر صبح و شام بر تو گریه میکنم، اشکم تمام بشه خون میریزم. این تشبه و شباهت باید بین سید و امام ایجاد میشد. یک سال صبح و شام بر سید الشهدا گریه کرد، تشرف حاصل شد. عنایت میفرمایید؟ این آتش دارد، این طلب دارد، میخواد امام رو، عالم ملکوت رو میخواد. مریض نیست، میلش میکشد، میلش میکشد. ما مریضیم، ما مریضیم، دلمان رو اصلاح نکردیم، قلبهای ما همچنان مریض است. و الا این مقدار محبتی که ما از امیرالمؤمنین داریم خیلی کم است، خیلی کم است. همه ما روز قیامت به خاطر محبتی که نسبت به امیرالمؤمنین داشتیم شرمنده خواهیم شد که چرا اینقدر کم بود.